مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم زنه میگه که منم دالشونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. امروز هم قصد داریم در برنامه پشت پرده یه مقداری از فساد و روابط پنهان و ارتباط‌ها و دوستی‌های افراد معروف و مشهور در سینمای ایران رو برای شما افشا بکنیم. سینمای ایرانی که انواع اقسام راز و نیازها و دعاها درونش صورت میگیره. بارها راجبشون صحبت کردیم و راجب فساد در سینمای ایران صحبت کردیم. خیلی از افراد هم نسبت به این قضیه واکنششون دارن، اما کم کم ما میبینیم که در طول یکی دو ماه گذشته و حتی یکی دو روز گذشته بهتر بگم، خیلی از بازیگرها، افراد معروف مشهور هم در خصوص فساد در سینمای ایران صحبت کردن. آخرین نمونهش هم خانم سحر زکریا بود که در خصوص فساد در سینمای ایران صحبت کرد. کجا قرار استعدادم رو نشون بدم؟ 28 سال پدر خود من رو در آوردید که اگر بخوام بشینم راجبش حرف بزنم 1 ساعت 2 ساعت با نام میتونم بگم. قراردادهایی که با من بسته شده رو میارم میذارم و فسخ شده و کسی رو آوردن جای من گذاشتن که حتی بازیگر نبوده، حتی یه دونه کار نکرده. من چه مشکلی داشتم؟ مشکل فیزیک داشتم؟ نه. الان اینجا میشینم و همه اینا رو میگم. من به توانایی خودم واقفم. صدام بد بوده؟ نه. من تئاتر کار کردم سال 75 تو سن 25 سالگی. کیا ردیف اول تئاتر نشسته بودن؟ آقای بهرام بیضایی، آقای تقوایی، آقای مهرجویی. من جلوی اینا کار کردم. حالا برای من یه مش جوجه میان هنوز پشت لبشون سبز نشده میاد برای من نقد مینویسه، تو بیجا میکنی مینویسی، با همین لحن باهات صحبت میکنم. تو بودی که سر صحنه هایی که چه اتفاقاتی برای ما افتاده با مهران مدیری، هر موقع بودی و هر موقع میدونستی که چه اتفاقاتی برای ما افتاده میتونی بیای بنویسی. نه، ما نردبانی بودیم برای آقای مدیری و بعد اسم یه سری خانم اون زیر مینویسی که دارن کار میکنن. اجازه بدید من سکوت کنم و حرف نزنم، چون اگر سکوتم رو بشکنم خیلی بد میشه. اصولا این بازیگرا از چه فیلتری باید رد بشه؟ دارم میگم فیلتر. این فیلتر کجاست؟ این فیلتر در مهمانی‌های شبانه است. این فیلتر دستیارها به خود من زنگ میزنن، بارها شده گفتن که خانم زکریا شماره شما رو دستیارها نمیدن. میگن سحر زکریا ایران نیست. چرا؟ چون بنده مهمونی نمیگیرم که آقایون دستیار و کارگردان و تهیه کننده و رو دعوت کنم خونم. نمی کنم این کارو. چرا باید این کارو بکنم؟ من یه بازیگر هستم، بازی کردم، کار کردم، باید مثل همه جاهای دیگه به هم زنگ زده بشه، ازم خواسته بشه برم سر کار. چرا باید باج بدم؟ آخه کجای دنیا برای روی بیلبورد رفتن از شما پول میگیرن؟ من اینو کجای دنیا بگم؟ برای اینکه اسمت روی بیلبورد باشه باید پول بدی که اسمت بره روی بیلبورد. یکی از صحبت‌های سحر زکریا رو هم شنیدیم که در خصوص مهمانی‌های شبانه و دوستی‌ها و ارتباطات و رل زدن‌های فسادگونه در سینمای ایران صحبت می‌کرد. البته یه نکته به شما بگم، من با خیلی از سلبریتی ها، افراد معروف و مشهور و افرادی که حالا تو ایران بازیگرن، کارگردانن یا تهیه کنندن در ارتباطم. حالا درسته فالو نمی‌کنیم هم دیگه رو، یا اونا برای من استوری نمیذارن یا من برای اونا استوری نمیذارم، یا ارتباطاتمون خیلی علنی نیست، اما من به صورت حالا تماس تلفنی یا واتساپ و چیزهای مختلف با بسیار از سلبریتی ها در تماسم و همشون
از فساد در سینمای ایران مینالن و میگن واقعا در سینمای ایران فساد وجود داره، اما جرئت نمیکنن بیان مصاحبه بکنن. چرا که اگه یه بازیگر بیاد بگه تو سینما ایران فساده، 10 تا نهاد امنیتی و 1000 جا باید بره پاسخگو باشه. جرئت نمیکنن صحبت کنن. اگه اونجا پاسخگو نباشن، حالا اصلا نبرنشونن، شکایت ازشون میشه. اصلا اسم فلان تهیه کننده رو بیار، اسم فلان کارگردان رو بیار، 100 شکایت میشه ازشون. اگه اونا هم شکایت نکنن، دیگه بهش بازی نمیدن که توی هیچ فیلم و سریالی بازی بکنه. خیلی از افرادی که با استعدادن، استعداد دارن در هنر، در بازیگری، در اجرا و حتی رفتن درس خوندن، چندین سال توی تئاتر بودن، خاک تئاتر رو خوردن، ما میبینیم که جایگاهی در سینما و تلویزیون و تئاتر ندارن. واقعا تو تئاترهای بزرگ هم راشون نمیدن، به خاطر اینکه بلد نیستن ارتباط بگیرن با کارگردان ها و تهیه کننده ها. شرف و وجدان و حیاشون اجازه نمیده برن زیر خواب تهیه کننده و کارگردان باشن. چون شما اگر تو سینما ایران نگاه بکنی، نمیگم 100%، 95% سینما ایران یه مش آدم بچه خوشگله، قرتی، جیگوله، یا خوب بلده بده، یا خوب بلده با فلان تهیه کننده بلاسه و اون کارگردان بمونه و بده دارن تو سینما ایران کار میکنن. همشون هم ماشاءالله وضعشون خرابه و سینما ایران شده رابطه و باندبازی و رل زدن و دوستی ها و به خاطر همین سینما ایران هیچ وقت پیشرفت نمیکنه. یه مش فیلم‌های آشغالی ما بینیم، یعنی فلان تهیه کننده میگه خب بریم یه دونه فیلم بسازیم، لابلاش یه دور یه سری از این بازیگرا رو هم ترتیبشون رو بدیم، راز و نیاز و دعا بکنیم باشون. پشت صحنه هم که بهتون نگم، یعنی 100 رحمت به خون تیمی، بساط بنگ و مواد و آرد و کشمش و همه اینها وجود داره در پشت صحنه 90% فیلم‌های سینمایی. کافی یه بار برید سر یکی از این فیلم‌های سینمایی خودتون میفهمید که چه وضعیتی وجود داره. اون کسایی که حالا خیلی ادعاشون میشه یا خانمایی که میگن در سینمای ایران فساد نیست، پیام به من بدن، آدرس 2 تا تهیه کننده بهشون بدم، اگه حامله برنگشتن هر چی خواستن به من بگن. البته الان یه مقداری شرایط داره بهتر میشه، شاید داره یه مقداری اوضاع احوالش بهتر میشه، اما خب به هر حال سینمای ایرانه و این وضعیتش. خب شروع میخوایم بکنیم راجع به یه سری افراد صحبت بکنیم. این قسمت 14 افشاگری ما در خصوص روابط و رل زدن و دوستی های سلبریتی ها هستش. بازم میگم من اگر راجع به کسی صحبت میکنم باش دشمنی ندارم، فقط سبک پاپاراتزی هستش که ما راجع به روابط صحبت میکنیم و اگر افرادی رو من در این ویدیو اسمشون رو میبرم و افراد دیگه مد نظر شما هستش، برای ما کامنت بذارید و بگید که ما راجع به چه افرادی صحبت بکنیم. اما نفر اولی که میخوام راجع بهش صحبت بکنیم یکی از این سلبریتی هایی هستش که در طول 1-2 هفته گذشته خیلی حاشیه ایجاد کرد. در کنسرت ماکان بند هم میکروفون رو برداشت، در حالت غیر طبیعی بود، گل مصرف کرده بود. یه البته از دوستانی که ساقی هستن گفتن که ایشون نمونه کار ما بوده و حالا با اینا کاری نداریم. و تو کنسرت امیر مغاره لحظه‌ای که تولدش بوده، براش دیگه که تولد میگیرن، میاد میکروفون رو در حالت غیر طبیعی از امیر مغاره میگیره و میره رو استیج که خیلی از شما این ویدیو رو دیدید و با اون حالت صحبت میکنه. بعدش هم که میپره پایین لباسش مشخص میشه. این نکته بگم، مینا وحید که بازیگر سریال جزیره هم بوده و چند تا سریال دیگه هم بازی کرده، متولد 1359 هستش که همه جا نمیدونم چیکار کرده شناسنامه‌اش رو و دستکاری کرده گویا شناسنامه‌اش رو. خودش رو کرده متولد 1367. ایشون متولد رشت هست و لیسانس زبان داره و شهاب حسینی استعدادهای ایشون رو کشف کرده، ایشون رو وارد سینمای ایران کرد. بریم این جنگولک بازی ایشون که میکروفون رو از امیر مغاره گرفت و رفت رو استیج رو ببینیم. بیایم من توضیحاتی به شما بدم.
بازیگران خفن سریال جزیره که دوست بسیار خفن منم هست، مهمان کنسرت ما هستش. اول از معرفتش بگم بعد از بازش. خوشقلب، دوست داشتنی، با معرفت، با محبت، خودشه، دورو نیست. گلرخو کیا دوست داشتن؟ یه دست جانب به افتخار سرکار خانم مینا وحید. بله اینم حرکت عجیب و غریب مینا وحید، بازیگر سریال جزیره بود که با امیر مغارم همبازی بود. نمیدونم ارتباطی وجود داره یا نه، دیگه حتما خودتون میتونید کشف بکنید و این رفتار مینا وحید رو. اما اون چیزی که من راجب ارشاد و راجب مجوزهای کنسرت میدونم یه چیز متفاوت‌تر و عجیب‌تر هستش، اون همین هستش که وقتی که مجوز به یه خواننده میدن که بره روی استیج و خوانندگی بکنه، یه تعهدنامه‌ای رو باید امضا بکنه. یعنی امیر مغارم وقتی بهش مجوز دادن همون رهام رو به قول که بیان روی استیج و آهنگ بخونن با عنوان ماکان بند، بهشون گفتن که این میکروفون دست شما امانت. یعنی حتی اجازه ندارید این میکروفون رو به نوازنده ها بدید که بگن یا این چیزها رو هم حتی بگن. اگر میخواد کسی رو هم معرفی کنید، شما باید با هماهنگی قبلی که اسامی رو به شما میدن بگید. اینجوری نیستش که بخوای راجع به هر کسی صحبت بکنی، چون این میکروفون میگن که امانته و شما مجوز میکروفون رو گرفتید. حالا شما حساب بکنید که اومده و میکروفون رو داده به یه خانوم با اون وضعیت و اون شرایط. و جالبه که من این ویدیو رو گذاشتم تو استوریم، یه تیکه‌هاش رو اومدن اتحاد زدن طرفدار ماکان که وای این ویدیو نباید پخش بشه، الان ماکان ممنوع الکار میشه. عزیزان من، وقتی یه کنسرت میخواد برگزار بشه، چند نفر از نهادهای مختلف امنیتی به صورت نامحسوس داخل سالن وجود دارند. علاوه بر اینکه نماینده حراست و نماینده اطلاعات و سپاه و ایکس و وای و زد توی سالن وجود دارن، یه سری نماینده‌های نامحسوس هم هستن که همون اطلاعاتی ها رو کنترل میکنن که اونا خلاف نکنن و گزارش میدن، اصطلاحاً بهشون میگن ضد اطلاعاتی ها. و اونها کنسرت رو بررسی میکنن که تخلفی توش صورت نگیره و فیلم کنسرت هم در حراست ارشاد آرشیو میشه و تمامی این رفتارها ثبت میشه و اگر یه همچین رفتاری صورت بگیره، مجوز ماکان بند باطل خواهد شد برای کنسرت ها که ما دیدیم که کنسرت بعدی ماکان بند هم برگزار شد و یه بیانیه دادن و معذرت خواهی کردن از مردم بابت این اتفاقی که صورت گرفت. البته ما خوشحال نیستیم و امیدواریم که مجوز هیچ خواننده، هیچ بندی، هیچ گروهی، هیچ جریانی باطل نشه، ولی اون چیزی هستش که قانون میگه و من هم قانون رو برای شما شرح میدم و خواهشاً افرادی که فکر میکنید جوگیر میشن دعوت نکنید به سالن که بخواد همچین رفتارهایی رو از خودشون نشون بدن. این هم در خصوص ماکان بند و اتفاقات حواشی که صورت گرفته بود. هرچند خبر رسید بود که مینا وحید وقتی اومده بود پایین، یه سری از این خانم‌های مثلثی یا اینایی که فقط دماغشون مشخصه، ایشون رو هدایت کردن بیرون سالن. متاسفانه شرایط حالی و روحی خوبی هم نداشت، مثل اینکه مشروب هم زیاد مصرف کرده بود، این چیزی که میگفتن، و هدایت شد به بیرون سالن. این هم از ایشون. و البته شنیدم که آخرین کنسرتی هم که قرار بوده که برگزار بکنن گویا توی تبریز، دقیق نمیدونم، و اونجا هم گفتن بعد صبر کنید، مجوز داره بررسی میشه که ببینن آیا بهشون مجوز میدن یا نمیدن. ما امیدواریم که مجوز رو بدن و مجوزشون باطل نشه، ولی این رفتارها هم مینا وحید هم امیر مغارم رو قطعا به دردسر خواهد انداخت.
اما نفر بعدی خانم لیلا اوتادی هستش که قبلا راجع به روابط ایشون زیاد صحبت کردم. یه نفر دیگه ایشون باش رل زده به اسم آقای حمید رضا شه، فامیلیش هم نمیگم، که ایشون مدیر یکی از شرکت‌های توی کیشه که ماشاءالله ایشون هم خیلی پول خوب خرج میکنه برای این لیلا خانوم، پول و کادو از جمله آرد زیاد براش میخره. که این آقای حمید رضا که توی کیش هم هست، پارسال یه دونه همایش تو دبی برگزار شده بود که به این لیلا گفته تمام هزینه‌ات با من ببریم دبی، خودتو قشنگ نشون بده. ایشون هم رفته بود دبی و خودش رو نشون داده بود. این هم از لیلا اوتادی که قبلا زیاد راجعش صحبت کردیم راجع بهشون. شهاب حسینی هم که گفتم که مینا وحید رو وارد سینمای ایران کرده بود و راجع به روابطش هم قبلا گفته بودم، هستی مهدوی اینا. یه دونه خونه داشت توی گیشا، خیابون پیروزی غربی، اگر خیلی بخوام دیتیل بدم پلاک 104. اونجا به حال مکان روزه و راز و نیازش بود که اونجا تکیه و اینا برگزار میکرد و راز و نیاز رو انجام میداد. اینم شهاب حسینی. یوسف تیموری هم که این اواخر هم این چند ماه پیش هم یه زن گرفت، یعنی صیغه کرد بعد جدا شد. که جالبه که سال 82 83 برای اولین بار وقتی می‌خواست ازدواج بکنه، قبل از اون زن تایلندی فیلیپینی کجا بود، قبل از اون ایشون خب به هر حال درگیر مواد هستش و بالا امیدواریم که این اتفاق براش هر چه زودتر حل بشه. تا جایی که انقدر مواد زده بود یه بار قرار بود که خونش رو عوض کنن، هم اون یه بار این اتفاق براش افتاد، هم حمید گودرزی که انقدر درگیر مواد بودن که مثلا خونه‌شون رو عوض بکنن. و موقعی که میخواید برای شما ازدواج بکنید بعد یه دونه گواهی عدم اعتیاد و چی بگیرید ببرید بدید. اون لحظه با زنش رفته بود سال 83 و داده بود یکی دیگه جاش رفته بود تست اعتیاد داده بود و مال لیوان اونو گرفته بود داده بود که تست اعتیادش منفی بشه. از یوسف تیموری. میلاد کیمرام هم خیلی باله که گفتم که یکی از عامل‌هایی که باعث شد که شقایق دهقان جدا بشه از آقای قاسم خانی این بودش که مچ شقایق دهقان رو گرفت که با میلاد کیمرام دوست بوده توی خونه مچش رو گرفت. و جالبه بدونید که میلاد کیمرام یه مدتی با رابعه اسکویی دوست بوده. اصلا رابعه اسکویی میلاد کیمرام رو وارد سینمای ایران کرد. میلاد کیمرام برای اینکه بخواد جبران بکنه دیگه برای راز و نیاز حسابی جبران میکرد که بعد از اون هم رفت با مونا فرجاد دوست شد و اینم از ایشون. رامبد جوان هم خیلی باله دیگه که ماشاءالله 3-4 تا زن هم گرفته و نه نگفته. جالبه بدونید که راجب نگار جواهریان هم گفتم دیگه که نگار دوست صمیمی سحر دولتشاهی بود. سحر زن قبلی رامبد بود، با هم حتی میرفتن خونه و میومدن رفت آمد داشتن و یعنی نگار زیاد تو خونه رامبد اینا بود. رامبد میریزه با نگار رو هم، یعنی خیانت میکنه به سحر، میره با نگار دوست میشه، ازدواج میکنه، حتی بچه‌شون رو میبرن امریکا به دنیا میارن. سحر زکریان نسبت به رامبد جوان یه سری واکنشا نشون داده بود و بعد از اون حالا جلوتر ویدیو سحر زکریان هم میذارم که راجع به رامبد صحبت کردیم. بچه‌شون هم به دنیا میارن، برمیگردن ایران. نگار چندین سال حتی بقیه کارگردان ها بهش فیلم نمیدادن، میگفتن چون نامردی کرده به سحر دولتجویی و رفته با رامبد ازدواج کرده. و الان خود رامبد جوان با سارا بهرامی دوسته، د فاز. یعنی الان جالبه که سارا بهرامی هم دوست صمیمی نگار بوده و کلا این رامبد جوان با این رفیقای خانوماش خیلی حال میکنه و با ایشون هم فعلا تو حال و اشغاله. با مؤسسه اوج نزدیک به سپاه هم خیلی همکاری میکنه رامبد جوان، مؤسسه‌ای که حتی گلزار هم مدیون مؤسسه اوج هستش و چندین تا کار سفارشی برای اوج انجام داده. رضا گلزاری که البته باید حالا مدیون باشه، زمانی که آقای عطیانی یکی از کارگردانای معروف سینما ایران بایکوت کرد رضا گلزار رو چندین سال و اجازه نداد که هیچ کارگردانی باهاش کار بکنه، ورود احمدی نژاد مشایی باعث شد که آقای رضا گلزار برگرده به بدنه سینمای ایران و همکاریشون با اوج باعث شد که گلزار بیاد تو سینما. رامبد جوان هم همینطور با اوج کار میکنه. نجمه جودکی هم بگم که حالا ازدواج کرد و الان گویا طلاق گرفته
پارسال با دوست پسر فعلی آناشید دوست بود. جالبه که من اسم دوست پسر آناشید نمیگم چون انقدر اصلا آدم اوتیه، اسمش هم نمیگم شاخ بشه، میگم یعنی به عنوان دوست پسر آناشید معرفیش میکنه، یعنی کردیت اون هم داره میگیره. با دوست پسر آناشید دوست بود که ورش می‌داشت می‌بردش برنامه در انتهای الوند که مثلا اونجا معروف بشه و اینا. خود نجم جودکی هم یه مدت هم با علی زیا دوست بود قبل از ازدواجش. سابقه ریل زدن با کامبیز دیرباز و پژمان بازیقی هم تو کارنامه‌اش داره، چون کامبیز و پژمان هم ماشاءالله از این هستن که دوست دختر زیاد پاس میدن به هم دیگه. حامد بهدادم جالبه که قبلا راجبش صحبت کرده بودیم، اما قبل از اینکه راجب حامد بهداد صحبت کنیم من یادم رفت بریم ویدیوی سحر زکریا رو در خصوص رامبد جوان صحبت کرده ببینیم، بیان راجب حامد بهداد صحبت کنیم. شما از این جماعتی که این آقایی که میاد تو این بحبوحه گرفتاری مردم برمیگرده میگه رژیم بگیرید، چه انتظاری دارید؟ یه خانومی رو اومد نشست راجع به تغذیه، تمام همکارای بنده اومدن، یه آقای دیگه ای که دیگه سریال پایتخت رو سوراخ کردن، اینقدر بازی کردن، یه شکم گذاشتن، ادای اون خانومو در آوردن و همه همکارای من اون خانومو گذاشتن. چرا امروز به آقای فلانی که میاد همکارمونه میگه رژیم بگیرید با اینقدر شکمشون که حتی ایرانو قابل ندونستن که برای بچهشون پاس ایرانی بگیرن، رفتن کانادا پاس گرفتن، چرا به اون نمیتوپی؟ چرا اونو نمیذاری؟ بعد شما میخواین این جماعت از مردم دفاع کنن؟ نه، اینا همه از همدیگه. بله دیگه راست میگه دیگه، طرف شکمش تو آفسایده، خب خودش تو پول داره غلط میخوره، بعد از اون طرف داره میاد و اظهار نظر میکنه راجع به خورد و خوراک و چیزهای مختلف مردم. خوب سحر زکریا داره تو ایران یه سریال رو میشوره، البته اون دیگه چیزی برای از دست دادن نداره، وقتی دیگه فیلم و سریال بهش پیشنهاد نمیکنن دست داده به افشاگری. دمشم میگم. حامد بهدادم بگم که یه دونه قبلا فکرم یه اطلاعاتی دادم گفتم زنش کاناداه، در صورتی که دوست دخترش کاناداه، زنش امریکاه، یه دونه دوست دخترم تو ایران داره، همزمان با باران کوثری هم دوسته. ماشاءالله باریکلا حامد بهداد. لیلا بلوکات هم بگم به عنوان نفر آخر، یه نفر نازنین بیاتی میمونه که میذاریمش برای قسمت بعدی که خیلی اهل دعانویسی و طلسم و سحر و جادو و جنبل و این چرت و پرتا هستش و یه سری قرارداد سنگین داره با این افراد و این دعا و اینا میندازه گردنش اینا، یعنی یه چیز تو مایه‌های آناشیده، اونم زیاد اهل دعا و از این صحبت ها هستش و اینم یادم رفت بگم. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. این پایان قسمت 14 افشاگری ما در خصوص سلبریتی ها بود. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید، کامنت بذارید برای ما و مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید.